أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 7 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 8 را از این کتاب به سمع شما برسانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثامن، یعنی درس 8. در این درس 8 به مثل درس‌های گذشته صاحب کتاب چند از کلمه های نو برای حفظ کردن و برای ازیاد کردن برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد میگرداند، چطوری که شما میبینید این کلمه های نوی این درس میباشد. پس صاحب کتاب میگوید که کلبون یعنی سگ، این اسمی مفرد است، یعنی یک دانه سگ. کلبون یک دانه سگ. و جمعش می شود کلابون، یعنی سگها. این جمعی تکثیر است، چطوری که از گذشته ما و شما این رو می دونیم که این جمع تکثیر است. بعد از این میگوید دیکن یعنی خروس، یک دانه خروس، زیرا که اسمی مفرد است. دیکن خروس. وقتی جمعش میکند میشود دیکتون، یعنی خروس ها. این جمعی تکثیر است همچنین. بعد از این میگوید دجاجتون یعنی مرغ. و این اسم دجاجتون در زبان عربی میگویند به تثلیث دال، یعنی دال از 3 نمود بگوی باز ترجمهش میشود مرغ. یعنی چی؟ یعنی دجاجتون، دجاجتون، دیجاجتون، هر سهش میشود مرغ، اسم مفرد، یعنی یک دانه مرغ. بعد از این همون قاعده هایی که در سوی گذشته ما و شما گرفته بودیم همون رو می آورد. میگوید که این تایی که در آخر دجاجتون هست، این تا را بگیر، در جای این تا الف را با این تا یک جا بکن، پس می شود دجاجاتون یعنی مرغها. بعد از این میگوید مکتبتون، یا میتونه ما بگیم دجاجاتون، پس جمع مؤنث سالم است، جمع مؤنث سالم است. بعد از این میگوید مکتبتون یعنی کتابخانه، کتابخانه. این اسم مفرد است، جمعش می شود مکاتبو، یعنی کتابخانه ها. پس مکاتبو اسمی غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ زیرا اینکه این صیغه منتهی الجموعش میگویند که منتهی الجموع را ما از کجا بشناسیم؟ از همین میشناسیم که در 3 حرف کلمه الف باشد، پیش از الف 2 حرف باشد و 3 حرف کلمه الف. چطوری که ما میبینیم مکه 3 حرفش الف است، بعد از الف 2 حرف دیگر متحرک باشند. چطوری که شما میبینید تا و با هر دوش متحرک هستند. پس این اسم غیر منصرف می شود. علت و سببش همین است که صیغه منتهی الجموعش میگویند، یا بعد از الف 3 حرف باشد، بینگیشان ساکن باشد، به مثل مصابیح. ببین در 3 جا حرف الف است، مصابیح، بعدی ب با حرف یا است و بعد حی است، اون یا ساکن است. اگر انا همین طور باشد اون هم صیغه منتهی الجموع می شود. پس مکاتبو غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ به خاطر آنه که صیغه منتهی الجموع هست. بعد از این میگوید حل این رو در زبان عربی
حرف استفهامش میگویند، یعنی حرفی که باید واسطه این حرف میخوای یک چیز رو بفهمی، یعنی میخوای بدونی که این خانه است یا نه، پس تو حل رو استفاده میبری. حل یعنی آیا. حل در زبان عربی گفتیم نامش حل استفهامیه است. بعد از این میگوید نعم. نعم با تاجیکی ترجمهش بله، آره. این را در زبان عربی حرفی جوابش میگویند. حرفی جواب. یک کسی یک چیز رو میپرسد، وقتی اگر جواب دادنی باشی با نعم جوابش میتی، یعنی بله، آره. بعد از این حرفی لا هست. لا در زبان عربی گوناگون هستند، چطوری که در الاجرومیه و در کتاب‌های صرفی ما بعضی از این لاها را خونده، به مثل در بیدان و در صرفی میری که لا می شود لای نافیه و می شود لای ناهیه و می شود لای نافیه للجنس. پس اینها نمودهای لا هستند. می شود لای نافیه و می شود لای ناهیه و می شود لای نافیه للجنس. پس این لا را می توانیم ما بگیم حرفی نفی. حرفی نفی. بعد از این می گوید لیس. لیس یعنی نیست. این لیس از اخوات کان است، چطوری که ما و شما در الاجرومیه خواندیم که نواسخ مبتدا و خبر سه چیز است، کانه و اخواتش است و اینه و اخواتش است و ظنه و اخواتش. پس این لیسه از نواسخ مبتدا هست و از اخوات کانه است. کانه 13 تا خواهر بودن، اپا و خواهر 13 تا بودن، 13 کلمه یک عملهاشون یک بود. این از انا همون خواهرها و از انا همون هم عملهای لیسه است، هم عملهای کانه است. این لیسه را فعلهای ناقصهش میگویند که اینها فاعل نمیگیرند، اینها اسم و خبر میگیرند. بعد از این میگوید لیست. این لیست همین لیسه است، همین لیسه است. فقط فرقیت چون در این است که این لیست در آخرش این ت در آمده است. این ت علامت مؤنث است، این ت علامت مؤنث است. خلاص همین قدر فرق میکند. پس ما میتوانیم بگوییم که لیسه برای مذکر است، لیست برای مؤنث است. اینجا یک جای ذکر است که با سمتون برسانم. این لیست در آخرش تای ساکنه ای که میبینید، این تای تانیث نام دارد. این تاها فقط در آخر فعل پیوست می شود. این تاها فقط در آخر فعل پیوست می شود. لیکن دجاجتون ببینید در آخرش یک تا دارد. این تای مؤنث است، اما این تا فقط در آخرهای اسم پیوست می شود. در آخرهای اسم پیوست می شود و این تای مؤنث است. نه اینکه همه وقت، بعضی حالتها تای مره می شود، یعنی یک بار گفتنی باشه این تا را استفاده میبری، و بعضی وقتا تای برای مبالغه می شود، چطوری که در صرف میر خوانده بودیم که علامتون. علامتون پس یک عالم زن نیست، علامتون یک مرد بسیار عالمی بزرگ. این تایی که علامتون در آمدگی بود برای مبالغه بود. پس این تا گوناگون است، اما بسیار حالت به معنای تای مؤنث می آید. پس این تا را تای مؤنث متحرکهش می گویند که در آخر اسم پیوست می شود. در حالت وقف این تا ه خوانده می شود، به مثل دجاجه یا فاطمه. اصلش فاطمه تو است، لیکن میگیم فاطمه. یا عائشه، اصلش عائشه تو است، لیکن میگیم عائشه. پس این تای مؤنث متحرکه است و در آخر اسم پیوست می شود. اما این تایی که در لیست هست، این تای ساکنه است و این در آخر فعل
پیوست می شود. پس این هست کلمه های جدید، کلمه های نوی درس 8. اینها باید حفظ کرده شود. بعد از این میگذاریم با حوار و گفتگوی درس 8. این حوار است، یعنی گفتگو، جمله سازی از همین جمله هایی که نو خوندیم، از اینها و از جمله های درس های، از کلمه های درس های گذشته، از همین کلمه ها برای ما و شما صاحب کتاب جمله ساخته تقدیم میکند. دقت بدید، میگوید هل هذا بیتون، یعنی آیا این خانه است، آیا این خانه است. هل حرف استفهام لا محل له من الاعرابی، در تحلیلش همین طور میگوید. و هذا مبتدا بیتون خبر، هذا مبتدا بیتون خبر. از این حساب میگیم آیا این خانه است. در جواب میگوید نعم، از این حساب گفتیم نعم حرف جواب است، میگوید نعم یعنی بله، آره. هذا بیتون، این خانه است. بعد از این میگوید هل هو کبیرون، آیا وی کلان است، یعنی خانه را در نظر دارد. هو ضمیر است برمیگردد به خانه، یعنی آیا وی کلان است، یعنی آیا وی خانه کلان است. در جواب میگوید نعم بله، آره. هو کبیرون، وی کلان است، یعنی وی خانه کلان است. بعد از این میگوید هل هذه مدرستون، آیا این مدرسه است، آیا این مدرسه هست. ببینید در جواب میگوید لا، حرف نفی را استفاده میبرد، میگوید نه، یعنی هذه لیست بمدرستین، میگوید نه این مدرسه نیست. پس این لیست با یک عادت دیگر هم دارد که در خبرش با زائده همراه می شود. برای توکید معناش میگویند با زائده همراه می شود. دقت بدید، لیست بی مدرستین، در ترجمه ما این با رو ترجمه نمی کنیم، میگیم هذه لیست بی مدرستین، یعنی این مدرسه نیست. نمیگیم که این نیست با مدرسه. با مدرسه این غلط و خطا است، زیرا اینکه با زائده است، برای توکید معنا می آید. در ترجمه هیچ تأثیر یا ترجمه کرده نمی شود. و همچنین ناگفته نماند که می شود ما این با را بگیریم، بگوییم که هذه لیست مدرستن، یعنی این مدرسه نیست. اگر با را که گرفتیم میخونیم مدرستن، منصوبش میخونیم. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه مدرسه خبری لیست است. لیست اسمش مرفوع میکند و خبرش را منصوب میکند، و خبرش را منصوب میکند. از این حساب اگر ما با را گرفتیم پس میگوییم لیست مدرستن. اگر با را موندیم پس میگوییم بی مدرستین، آخرش جر میکنیم، کسره میکنیم. به خاطر چه؟ به خاطر آنه که این با آخر اسم را مجرور میگرداند. پس در تحلیل این میتونیم ما بگیم هذه مبتدا است، لیست از افعال ناقصه و خواهرهای کانه است و اسم خود را مرفوع میکند که اسم این ضمیر مستتر است، یعنی هی در محل رفع اسم لیست است. بی مدرستین، بی حرف جار زائده، مدرستین مجرور با حرف جار زائده لفظاً، بگوید که مجرور است لفظاً، منصوب است محلاً. منصوب است محلاً یعنی باید بشود که مدرستن در جای نصب قرار گرفتگی است. از این حساب میگوید مدرسه بی مدرستین در محل نصب است. پس این طور تحلیل و اعراب کرده می شود. یک بار دیگر میخونه، میگوید که هذه لیست بی مدرستین، یعنی این مدرسه نیست. باز میگوید هذه مکتبتون، این کتابخانه است. باز سوال میکند که هل هذا تلمیذون، یعنی آیا این شاگرد است. در جواب میگوید لا، یعنی نفی میکند، میگوید نه،
هذا لیس بتلمیذ، یعنی این شاگرد نیست، این شاگرد نیست. دقت بتید در این هذا لیس بتلمیذ به مثل همین هذه لیست بمدرستین هست. فقط فرقیت چون همین است که هذه لیست بمدرستین مؤنث است، هذا لیس بتلمیذ مذکر هست. همون تحلیلی که در بالا بیان کردیم همون رو میگوید که با حرف جار زایده است. چطوری که ما در ترجمه میگویم هذا لیس بتلمیذ، یعنی این شاگرد نیست. بی حرف جار رو ترجمه نمیکنیم به خاطر اونه که حرف زایده است. بعد از این میگوید هل لک کلب، یعنی آیا تو سگ داری؟ هل لک کلب، آیا تو سگ داری؟ اینجا در لکه فقط ترجمه چی است؟ داری تو، یعنی آیا سگ داری تو؟ پس در جواب میگوید لا، یعنی نه. لیس لی کلب، میگوید که من سگ ندارم. لیس لی کلب یعنی من سگ ندارم. پس در اینجا لیس لی کلب، لیس از اخوات کان است. اعرابش تحلیلش این طور می شود که لیس از اخوات کان است و لی جار و مجرور متعلق به کائنن، متعلق به کائنن خبر لیس مقدم است و کلبون اسم لیس مؤخر است. یعنی کلبون باید پیش از لی بیاید، اما در اینجا ما خبر را پیش از اسم آوردیم، خبر لیس را پیش از اسم لیس آوردیم که این در زبان عربی جایز و درست است. بعد از این میگوید لمن ذاک دیکو، یعنی از کی است آن خروس. ذاک گفتیم اسم اشاره برای بعید است، برای دور. میگه از کی است آن خروس. لمن جار و مجرور مبتدا، جار و مجرور خبر مقدم، ذاک مبتدا مؤخر، الدیکو بدل از ذاک. بعد میگوید لتلک المرأتی، یعنی از آن زن است. لتلک المرأتی از آن زن است. در سوی گذشته ما رو تاکید کردیم، بیان کردیم که لتلک، لی حرف جار، تلک اسم مجرور، جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مبتدای محذوف، زیرا اینکه اصل جمله این طور است که ذاک الدیکو لتلک المرأتی. ذاک الدیکو را ما حذف کردیم. برای چی؟ به خاطر اینکه از سوال معلوم است که یک کس ما را پرسیده استاده است که لمن ذاک الدیکو. پس از سوال معلوم که است، در این صورت مبتدا را جایز است که حذفش کنیم. بعد از این میگوید این الکلب، در کجا سگ. این الکلب، این الکتب، معذرت میخوام، کلب نه کتب. این الکتب یعنی در کجا سگ ها، در کجاست کتاب ها. این الکتب در کجاست کتاب ها. این خبر مقدم، الکتب مبتدای مؤخر. این را ما همچون تساهلا، همچون برای آسان شدن میگوییم که خبر مقدم. اصل این ظرف است، متعلق به کائنون خبر مقدم است، متعلقش خبر مقدم است و الکتب مبتدای مؤخر. بعد از این میگه الکتب فی المکتبتی، یعنی کتابها در کتابخانه است. کتابها در کتابخانه است. این فی ظرفیه و حرف جار است. چطور میبینید آخری مکتبتی را کسره کرد. الکتب مبتدا، فی المکتبتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبری الکتب. بعد از این میگوید هل المعلم فی المدرستی، یعنی آیا معلم در مدرسه است، آیا معلم در مکتب هست. اینجا را دقت بتید که هل، ما در بالا خواندیم که هل آخرش ساکن دارد، اما اینجا را ما کسره کردیم میگیم هلیل. برای چی؟ به خاطر اینجا التقای ساکنه شد. هل لام ساکن است، ال این لام ساکن است. دو لام ساکن در زبان عربی، دو لام ساکن با یکدیگر جمع شدنشون درست نیست.
پس چطور ما از این خلاص بخوریم؟ لام اول را حرکت میتیم، لام اول را حرکتی کسره میتیم، پس میگیم حلیل معلمو. در زبان عربی قاعده است که اذا التقى ساکنان حرک بالکسرتی، وقتی دو ساکن پی در هم بیاید و یکمش را کسره داده میشه. و چطوره که شما میبینید حلی، اصل حل این لام ساکن است، پس این کسره لام را حلی، این لام کسرهش را کسره عارضه میگویند، کسره عارضی. عارضی یعنی که بعد پیدا شده است، اصلی نیست. پس میگوید حلیل معلمو فی المدرستی، یعنی آیا معلم در مدرسه است، در مکتب است؟ در جواب میگوید که لا، یعنی نه، حرف نفی. جواب داد که نه، هو لیس فی المدرستی، یعنی وی نیست در مدرسه. پس میگیم وی در مدرسه نیست، وی در مکتب نیست. پس در اینجا فی المدرستی رو این فعل باز حرف جاره زائده نگیره، چطور که در بالا لیست بی مدرستین بیر حرف جاره زائده گرفتیم. اینجا در فی جاره زائده نیست، این اصلی است. هو لیس فی المدرستی، یعنی در مدرسه نیست. فی حرف جاری ظرفی است، یعنی در مدرسه، در مدرسه نمی باشد معلم، در مکتب نمی باشد معلم. بعد از این میگوید یا میتونه بگیم که لیسه از اخوات کانه اسمش ضمیر مستتیر هو است و فی المدرستی جار و مجرور متعلق به کائنا خبری لیسه. بعد از این میگوید فی المکتبتی کتب عربیت و جرائد روسیت. میگوید که در مکتبه، در مکتبه یعنی در کتابخانه، کتب عربیتون، کتاب های زبان عربی است، کتاب ها است، اون کتاب ها به زبان عربی هستند. و جرائد روسیتون، و همچنین روزنامه های به زبان روسی است. دقت دادید، در مکتبه کتاب های زبان عربی است و روزنامه های با زبان روسی است. پس فی المکتبتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم است و کتبون مبتدای مؤخر است. کتبون باز منعوت است و عربیتون نعتی کتبون است، یعنی صفتی کتبون هست. پس کتبون مبتدای مؤخر هست. و جرائدو، جرائدو را بینید آخرش تنوین قبول نکرد. چرا؟ زیرا که این اسم غیر منصرف است. برای چی اسم غیر منصرف است؟ زیرا که در سیوم جای حرفش، در حرف کلمه بینید الف است. جرا، سیوم جای کلمه حرف الف است و بعد حرف الف باز دو حرف دیگر است، هر دوش متحرک است. پس معلوم شد که این غیر منصرف است و علت و سبب غیر منصرف بودنش صیغه منتهی الجموع هست، صیغه منتهی الجموع. پس این بود درس حوار درس هشتم، گفتگوی درس هشتم. پس این درس هشتم رو در اینجا به پایان میرسانم و تا درس آینده یکایک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.